الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی به شما برکه بدهد و شما را حفظ بکند و به شما رحمتش را ارزانی بدارد. البته که این حلقه سیوم از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین و ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع امروزه ما ایمان آوردن به شفاعت است که شفاعت خاص اهل توحید است. ایمان به شفاعت و باز ایمان باید بیاوریم که همین خاص اهل توحید است. یعنی ما اقرار بکنیم و تصدیق بکنیم که شفاعت در روز قیامت وجود دارد با شرط و شروطش و این شفاعت فقط به اهل توحید است، از اهل توحید به اهل توحید. به شفاعت نه یگان کافر، نه یگان مشرک، نه یگان مرتد داخل نمی شود و این شفاعت فقط در روز قیامت است. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری رحمهم الله عقیده سلف صالح را ذکر میکنند و میگویند و الشفاعت حق و ان ناسا من اهل التوحید یخرجون من النار بالشفاعت حق. شفاعت حق است. شفاعت شدن مؤمنین و موحدین و شفاعت کردن پیامبران و موحدین که الله برای آنها شفاعت کردن را اجازه و اذن داده است، این حق است. همانا که انسانهای از اهل توحید از دوزخ بیرون کرده می شوند به سبب شفاعت و این هم حق است. یعنی یک عده از موحدین که موحد بودند اما گناههای کبیره داشتند، این گناهها سبب شد که به جهنم موقتا داخل شدند، اما به سبب شفاعت پیامبرمون یا به سبب شفاعت بعضی از مؤمنین و موحدین از جهنم بیرون می شوند. شفاعت چیست؟ که ما باید یکم همین رو فهمیم. شفاعت چیست؟ البته درباره شفاعت شما در بالای موضوع شفاعت خوب دقت بدهید و بیاموزید تقسیماتش و شروطش رو، زیرا که امروزه مشرکینی که خود را به امت اسلام نسبت میدهند بسیارترین شرکی که از اونها واقع می شود در باب شفاعت است. شفاعت را از همون اولیاشون یا از پیامبر از سر قبر اونها رفته می طلبند که مرا شفاعت کن گفته. سبحان الله. پس شفاعت اولا بدونیم که چیست، چی معنی دارد. کلمه الشفاعه من الشفع میگند، از شفع است. شفع به زبان تاجیکی جفت، به زبان عربی علما میگند و هو ضد الوتر فی اللغه. در لغت زبان عربی کلمه الشفع این چی است؟ ضد طاقه، جفت. کلمه جفت، شفع کلمه که ضد جفت است. اما پس کلمه الشفع، شفع این جفت است. کلمه جفت یعنی دو چیز، چهار چیز، شش چیز، جفت. ضد طاقه، ضد ویتر است. ویتر طاقه. اما در اصطلاح قاعده عربی و اصطلاح شرعی معناش وسیع است، زیرا که در اصطلاح این در لغت است که گفتیم این شفع جفت است، ضد طاقه است. اما در اصطلاح شریعت در بعض حالت می شود که طاقه باشد، ویتر باشد عددش، و در بعض حالت می شود که ویتر باشد عدد شفاعت به مانند 3 5 7. در بعض حالت می شود که شفع باشد عددش به مانند 2 4 6.
پس شفاعت چیست؟ شفاعت کردنی یک نفر دیگری را در لغت. در اصطلاح شریعت در روز قیامت شفاعت کردن پیامبر نجات دادنشون به اذن الله سبحانه و تعالی در حق موحدین گناهگار که الله اجازه داده است شفاعت میکنند. یک انسان شایسته عذاب بود یا که در درون عذاب بود، الله به پیامبر اجازت میدهد که یک همون جماعت رو شفاعت بکنند، از اون جماعت راضی میشد و پیامبر شفاعت میکند، یا که شفاعت نمودهای خود رو دارد. پس شفاعت کردن از عذاب الله سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم. شفاعت نمودهای گوناگون خود رو دارد. شفاعت میشود که از یک نفر به یک نفر رو شفاعت میکند، نجات میدهد، یا که یک نفر یک جماعت رو شفاعت میکند، یا که یک جماعت یک نفر رو شفاعت میکند، یا که یک جماعت رو شفاعت میکند. حتی علما میگن این ثقلین، انس و جن، یک دیگریشون رو میشود که شفاعت میکنند. الله اکبر. در روز قیامت هم خیلی حالت است که انسان ها جن ها رو، شاید جن ها انسان ها رو شفاعت بکنند. خیلی که علما صحبت کردند. و در بعض حالت ملائکه ها شفاعت میکنند موحدین رو. شفاعت چیست؟ علما میگن ضم طلب قادر الى طلب عاجز عن تحقیق حاجته رجاء تحققها. اضافه کردن طلب نمودن یک قادر، اضافه کردن طلب یک قادر بر طلب یک انسان که عاجز از تحقیق یافتن همون حاجتش است. یعنی یک انسان طلب میکند از الله سبحانه و تعالی نجات رو، اما این طلبش ضعیف است، اما به طلب خودش همون کار به وجود نمی آید، به طلب خودش تحقق پیدا نمی کند. مثلا در روز قیامت یک آدم گناهگار مستحق عذاب است، از الله نجات رو طلب میکند، اما طلبش به او فایده نمی رساند. و یک کسی دیگر می آید با همراهی او از الله طلب می کند نجات او رو، به او شریک می شود در طلب کردن. از الله دو کس طلب می کنند. یعنی یک نفر در حق دیگر نفر از الله طلب می کند که الله این رو نجات ده، و الله نجات می دهد به شرط و شروطش که انمین رو شفاعت می کند. مثلا مؤمنین و موحدینی که در این دنیا گناه زیادی کبیره رو کرده اند، در روز قیامت مستحق در زیر مشیت الله و مستحق عذاب هستند. اونها باید عذاب بکشند. الله کسی رو خواهد می بخشد و کسی رو خواهد به شفاعت گرفتار میکند. همین انسان‌های گناهگار به سبب شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شفاعت پیامبر چیست؟ از الله می طلبند که انا همین مؤمنین و موحدین گناهگار را گناهشون را ببخشد و به جنت داخل بکند. شفاعت میکند، نجاتشون میدهد به اذن الله، به خواست خودشون نه، به اذن الله سبحانه و تعالی. انا min شفاعت است. حیاکم الله. من امیدوارم که شفاعت رو خوب فهمیده باشید. پس شفاعت ثابت است به قرآن و سنت. در قرآن ثابت شده است و در سنت رسول الله ثابت شده است. خیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست همون کسی که شفاعت میکند در روز قیامت بدون اذن الله سبحانه و تعالی؟ یعنی هیچ کسی بدون اجازه الله شفاعت کردن نمیتواند. پس شفاعت وجود دارد، اما به اجازه الله. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. سوره انبیاء 26. هیچ کسی شفاعت نمی کند کسی دیگری رو مگرم به اذن الله و به رضایت الله. مگرم کسی رو انسان شفاعت میکند که الله از او راضی شده باشد. یعنی پیامبر هم از پیش خودشون کسی رو خواهند شفاعت نمی کنند،
الله به پیامبر اجازه میدهد که شفاعت کنند و همون کسایی را پیامبر شفاعت میکنند که الله از اونها راضی شده باشد. پس شفاعت ثابت است و حدیث متفق علیه به این دلالت میکند که روز قیامت انسان ها وقتی که بسیار توقف میکنند، وقوف میشوند، راست می ایستند، به انتظار شدن حساب کتاب همه عذاب سخت میکشند. مردم همه میروند به نزد آدم، میخواهند که آدم شفاعت کنه در نزد الله که ما حساب کتابمون شروع بشود. حضرت آدم میگن که نه، من نمیتوانم، زیرا که من یک نافرمانبرداری کرده و از جنت رانده شده بودم، به سبب همین من نمیتوانم که شفاعت طلب کنم. و شفاعت بزرگترین و مقام محمود همه امت در آخر به نزد که میروند پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر از نام همه انسانیت به الله سبحانه و تعالی مناجات میکنند و طلب شفاعت میکنند که حساب کتاب شروع بشود، برای شروع شدن حساب کتاب، زیرا که همه راست میستند لیکن چندین هزار سال حساب کتاب شروع نمیشد. بین روزی و ازمین است، به الله پناه میبریم و سبوکی آن روز را میطلبیم. این حدیث متفق علیه است. پس شفاعت ثابت است. در سوره بقره 255 نظر بکنید. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. این البته دیگر وقت آیه بقره سوره 255 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اینو تو همش ثابت میکند که شفاعت وجود دارد. الله میگه که چقدر ملائکه هستند که در آسمان ها هستند، اما اونها هیچ کسی رو شفاعت کرده نمیتوانند مگرم به اجازت الله. الله کسی رو خواهد همون رو شفاعت میکند. این شفاعت این آیت ثابت میکند که ملائکه ها هم شفاعت میکردند موحدین رو. پس صحابگان، تابعین و اتباع التابعین همه اشون اثبات میکردند شفاعت رو، همه اشون میگفتند که شفاعت وجود دارد و این عقیده سلف صالح است و این عقیده در قرآن و سنت ذکر شده است و ما باید همین رو اعتقاد بکنیم، یعنی قبول کنیم، تصدیق کنیم، ایمان بیاوریم، باوری کنیم که شفاعت وجود دارد. اما شفاعت مطلق نیست، بلکه شفاعت به خودش شرط و شروط دارد. بدون شرط مطلقاً کسی رو خواهد شفاعت می کند، کسی از کسی خواهد طلب شفاعت می کند، اینطور نیست. شرط وجود دارد و بدون شرط، بدون به وجود آمدن شرط هیچ کسی نمیتواند شفاعت بکند. اولین چیزی که شما باید بدونید شفاعت این از آن الله است. شفاعت این خاص الله است. شفاعت این از یکی از خصوصیت های الله است. ما باید موحد در بالای شفاعت باشیم که اعتقاد داشته باشیم که همه نمود شفاعت در دست الله است و هیچ کسی از پیش خودش کسی را شفاعت کرده نمیتواند. حتی بهترین فرزند آدم محمد صلی الله علیه وسلم در روز قیامت از پیش خودشون کسی را خواستن شفاعت کرده نمیتوانند، زیرا که شفاعت این خاص الله است و ما هم باید وقتی که شفاعت رو طلب میکنیم از الله طلب بکنیم که ای الله شفاعت شدن مرا از جانب رسول الله به من نصیب بکن. ای الله شفاعت رسول الله را به من نصیب بکن. یعنی ما از الله شفاعت رو میطلبیم که ای الله به ما شفاعت شدنمان را در روز قیامت از جانب رسول الله صالحین مؤمنین نصیب بکن. اما نمیگیم که راست رفته از غیر الله شفاعت رو نمیطلبیم. از غیر الله، رسول الله الله هستن یا غیر الله؟ رسول الله آیا الله هستن یا غیر الله؟ غیر الله. اولیاهایی که صوفی دارد و غیر صوفی دارد آیا اولیا هستند یا غیر یا بگیم الله هستند یا غیر الله؟ غیر الله. هر چیزی که در این دنیا مخلوق است غیر الله است. در آسمان ها و زمین هر چیزی که وجود دارد غیر الله است.
پس شفاعتی که از خصوصیت الله است، از غیر الله رفتن و طلب کردن، این شرک اکبر است. برای همین ما بعضی ها رو مشرک گفتیم، زیرا که اونها راست میروند از قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکنند؟ طلب میکنند و میگن که یا رسول الله مرا شفاعت بکن. ای رسول الله، بعضیش میگه که مستحب است که به نزد پیامبر رفته در نزد قبرشون بگوی که اسالک الشفاعت یا رسول الله، من از تو طلب شفاعت میکنم ای رسول الله. حق خاص الله را به غیر الله محمد صلی الله علیه و سلم داد و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر را در حقشون غلو کرد و پیامبر را به درجه الله برداشت و این مشرک شد. بار دیگر خوب به دقت بفهمید که شفاعت خاص الله است. از غیر الله طلب شفاعت کردن شرک اکبر است، خواه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم یا دیگر پیامبران باشد یا اولیاء باشد. به سری قبر رفتید و گفتید که من از تو طلب شفاعت میکنم، در نزد الله مرا تو شفاعت کن، پس گویا که گفته شدید که این حق شفاعت کردن دارد. نه، شما خصوصیت الله را به غیر الله دادید. یکم شرک اکبر. دومین چیز که از شرک است، از یک انسانی که وفات کرده طلب کرده ایستادید همون کاری رو که انجام داده نمیتواند، در قدرتش وجود ندارد. این دوم شرک. از دو جانب انسانی که از سر قبر میطلبد شفاعت رو، خواه از پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم یا از کسی دیگر، این مشرک است. شرکی اکبر است. همون مشرک های قریشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و به قتل رسانیدند و مشرک و کافر گفتند، اینها خودشون رو امت ابراهیم میگفتند. ابو جهل امت خودش رو ابراهیم میگفت. ابو لهب خود را امت ابراهیم میگفت. همه مشرکین خود را امت ابراهیم میگفتند. آنها میگفتند که ما قبر را عبادت نمیکنیم، ما این هیکل ها را عبادت نمیکنیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها را عبادت نمیکنیم بلکه اینها سبب هستند و ما را در نزد الله شفاعت میکنند. یعنی مشرک شدند امت ابراهیم، آخری امت ابراهیم مشرک شدند، به خاطر شفاعت را به غیر الله دادند، یک خصوصیت الله را به غیر الله دادند. مشرک های قریش امت ابراهیم بودند، اولشون موحدین بودند، آهسته 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 آمدند گفتند که الله یگانه است، الله شریک ندارد، الله همون شریک های خاصی رو دارد که خودش قبول کرده باشد. به مانند این که گفتند بعضی انسان است که ما از اونها طلب شفاعت میکنیم، یا که اینها از اینها طلب شفاعت میکنیم، اینها از الله در حق ما طلب شفاعت میکنند. چهله که عیناً امروزه مشرک ها از صوفی ها، از رافضه ها، از قبوری ها، مرتدین و مشرکین میروند از سر قبر پیامبر یا غیر قبر پیامبر، از سر قبر اولیاء شفاعت رو طلب میکنند. وقتی که ما میگوییم که شما عبادت رو به غیر الله دارید انجام میدید، خصوصیت الله را به غیر الله دادید، یک انسانی که مرده است و قادر نیست شما رو شفاعت کردن نمیتواند طلب کردید، این همه شرک اکبر است. میگن که نه، ما عبادت نکردیم، ما از اینها فقط طلب شفاعت کردیم که در نزد الله ما را شفاعت بکند. عیناً سخن ابو جهل انمی سخن بود. عیناً ابو جهل همین سخن رو میگفت. ابو جهل هم میگفت که ما مشرک نیستیم، الله یگانه است، رزق میدهد، فرزند میدهد، همیشه از الله است. اما ما طلب شفاعت میکنیم از این قبرها، مرده ها، آدم های صالح که ما رو در نزد الله شفاعت کنند. صوفی ها امروز هم خیلی میگن ما از پیامبر که پیامبری ما هستند طلب شفاعت میکنیم، در نزد الله ما رو شفاعت بکنند. پس شرک امت ابراهیم و شرک امروزه مشرکینی که خود را به امت محمد صلی الله علیه و نسبت میتند، همش یک شرک است، یک نمود شرک است و بزرگترین شرک و بسیارترین شرک در انمی شفاعت است. خوب دقت بدهید، بار دیگر به دو گوشهایتان حلقه بزنید. این مسئله بینواد نازک است. شفاعت از خصوصیت الله است. از غیر الله طلب کردن شفاعت خصوصیت الله را به غیر الله دادن و به شرک اکبر واقع شدن است. و این عیناً انمون شرک مشرکینی امت ابراهیم علیه السلام بود و امروز هم از امت محمد صلی الله علیه وسلم به همون شرک واقع شدند. کم نیستند، بسیارند و اینها شرط و شروط رو نمیدانند. شفاعت را از خود الله دانستند، خاص الله دانستند این توحید است. شما ایمان بیارید، تصدیق بکنید، قبول بکنید که شفاعت همه اش از آن الله است و در شفاعت الله کسی به الله شریک نیست، کسی مثل الله نیست که کسی رو خواهد شفاعت بکند. شفاعت کاملا، الله المستعان، کاملا همش در دست الله است. باز دوام میتیم. پس
بارک الله فیکم. شفاعت این از خاص الله است. هیچ کس یک ذره بدون اذن الله و بدون اجازه الله شفاعت کردن نمیتواند. و هر کسی که بگوید که بجز الله دیگر یک چیزی هست که شفاعت میکند و از او مطلب شفاعت میکنیم، این به شرک اعتقادی واقع شد. اگر جایز بگوید به شرک اعتقادی، و اگر رفته بکند همین شفاعت رو به شرک عملی و قولی. این بود اصلی مسئله، مقدمه. حالا بیاید ما به شما شفاعت شرعی را بیان بکنیم که شفاعت شرعی و چگونه است. پس ما شفاعت داریم که از نظر شریعت ثابت شده است و این شفاعت به خودش قاعده و قوانین و شرط و شروط دارد، و شفاعتی است که شفاعت شرکی و کفری است. شفاعت شرکی و کفری کدام نمود شفاعت است؟ شفاعت را از غیر الله طلب کردن از کسی نباشد، خواه از انبیا، خواه از ملائکه مقرب، خواه از اولیا، خواه از صالحین. کسی می رود خواه از زنده خواه از مرده طلب شفاعت می کند، این البته که به شرک اکبر واقع می شد. از دو جهت: از جهت این که شفاعت خاص الله هست، خاص الله را به غیر الله نسبت داد، خصوصیت الله را به غیر الله نسبت داد. جهت دوم این که همان مرده ها را ندا کرد که قادر نیستند، طلب کرد از یک چیزی که قادر نیستند، قادر نبودند اما طلب کرد. بارک الله فیکم. این شفاعت شرکی و کفری و غیر مشروع است. اما شفاعت شرعی، شفاعتی که جایز است، چگونه شفاعت است؟ شفاعت اهل ایمان بین هم دیگر است. و خوب بدانید که شفاعت فقط به اهل ایمان می شود. شفاعت در حق کافرها به خاطر نجات یافتنشان در حق مشرکین و مرتدین و منافقین وجود ندارد. در حق کافرها، بعضی از کافرها به خاطر عذابش کمی بارک الله فیکم سبکتر شدن، شفاعت کردن وجود دارد که پیامبر عمکشان ابو طالب را شفاعت میکنند که گناهشان کم بشود. اما شفاعت در حق کافرها که نجات یابند، جنت بروند وجود ندارد. شفاعت همیشه در حق مؤمنین و موحدین از اهل توحید است. و شفاعت شرعی سه به خودش بارک الله فیکم شرط دارد و الله سبحانه و تعالی این شرط ها رو خودش ذکر کرده است. شرط اول: ایرض الله عن الشافعی، الله سبحانه و تعالی از شفاعت کننده راضی بشود. هر کسی که الله از وی راضی نیست، از وی راضی نشده است، او انسان نمیتواند که یک کسی دیگر را شفاعت کند، حق شفاعت کردن ندارد. زیرا که غضب الله در بالای او وجود دارد و الله از او راضی نشده است. وقتی که غضب الله در بالای خودش هست، ناریزاگی الله در بالای خودش هست، و چگونه میتواند که شفاعت از بالای دیگر انسان بکند؟ نمیتواند. او خودش محتاج است. پس الله سبحانه و تعالی ذکر میکند در این باره آیت رو، سوره بقره آیت 255، همین آیت الکرسی که است: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست همان کسی که شفاعت میکند بدون اذن الله سبحانه و تعالی؟ این استفهام انکاری است، یعنی هیچ کسی به اجازه الله سبحانه و تعالی شفاعت کرده نمیتواند. و آیت دیگری که واضح است، این البته آیت واضح تر از این که سوره نجم آیت 26 است. الله میگه و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. چقدر ملائکه ها در آسمان ها وجود دارند که شفاعت کرده نمیتوانند هیچ کسی را مگرم بعد از این که الله اجازت بدهد برای آنها
ای یأذن الله لمن یشاء، از کسی از اونها الله راضی شد و اجازت بدهد، و یرضا، راضی بشود و اجازت بدهد. پس شفاعت بارک الله فیکم اولین شرطش ای یرضى الله عن الشافع، الله از همون شفاعت کننده باید راضی باشد. دومین شرطش، یعنی اولین کس این کی باشد؟ موحد باشد. الله سبحانه و تعالی آیا از غیر موحد راضی می شود یا نمی شود؟ راضی نمی شود. هر کسی که موحد نیست، مؤمن و موحد نیست، مسلمان نیست، الله از او راضی نیست. البته هستن مؤمنین و موحدینی که خودشون از سبب گناهشون زیاد بودن الله از اونها سبحانه و تعالی قسما راضی نیست. از سبب گناهشون اونها هم نمیتونن شفاعت بکنند. شفاعت را مؤمنینی که توحید را تحقیق کردند انا منها بکنند. الله از اونها راضی می شود و اونها شفاعت کردن اجازه پیدا میکنند. این شرط اول. شرط دوم، همون انسان هایی که الله برای اونها از اونها راضی شد و به شفاعت کردن اجازت داد، آیا هر کسی را خواهند شفاعت میکنند؟ مثلا یک مرد یا یک زن در روز قیامت الله از بالش راضی شد، از یک مرد یا از یک زن الله راضی شد، اجازت داد که شفاعت بکند. این مرد و این زن آیا میتواند که کسی را خواهد شفاعت بکند؟ نه، نمیتواند. همون کسی را شفاعت میکند که الله راضی شود که همون را شفاعت کرده شود. این شرط دوم است. ای یرضى الله عن المشفوع له، این که الله راضی بشود از شفاعت شونده. البته که الله راضی نمی شود از کافر، البته که الله راضی نمی شود از مشرکین و منافقین و زنادقه. وقتی که الله از اونها راضی نیست، برای شفاعت شدنشون راضی نیست، انسان شفاعت کننده کافر رو، مشرک رو، منافق رو، اینها رو شفاعت کرده نمیتواند. شفاعت کننده هم موحد است، شفاعت شونده هم موحد است. الله به یگان نفر موحد یا پیامبر اجازت نمیدهد که کافر را شفاعت بکند، مرتد را شفاعت بکند. سخط الله، غضب الله را از بالای کافر برداشتن هیچ کسی حق ندارد. زیرا که الله خودش میگه که در سوره انبیاء 28 ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، شفاعت کننده ها شفاعت کرده نمی توانند بجز همون کسایی را که الله از اونها راضی شده باشد و اونها از خشیت الله مشفقون هستند. یعنی یک موحد را که الله میگوید که من از تو راضی شدم تو شفاعت بکن، این موحد شفاعت کننده فقط یک کسی را شفاعت میکند که الله راضی شده باشد، اجازت داده باشد که همون انسان را شفاعت بکن. از پیش خودش هیچ کسی را شفاعت کرده نمیتواند. امروز در سر قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم بروید، شب و روز طلب شفاعت بکنید، البته شما مشرک میشوید، مشرک اکبر. و در روز قیامت هیچ گمان نکنید که پیامبر شما را شنیدند و شما را شفاعت میکنند. پیامبر اگر تصور کنیم که شنیده باشند هم نمیتوانند شما را شفاعت بکنند، زیرا که شفاعت در دست پیامبر نیست. اولا الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت کردن اجازت میدهد و بعد از این به پیامبر صلی الله علیه و سلم آدم‌های معینه شفاعت شدنش را الله اجازت میدهد. پیامبر از پیش خودشون هیچ کسی را شفاعت نمیکنند. یا موحدین و صالحین از پیش خودشون این زن من، این فرزند من، این اهل من گویان شفاعت نمیکنند. شفاعت فقط در بالای اهل توحید است. اهل توحیدی که گناهگار هستند، گناه داشتند و به سبب گناه اونها درجهشون پست است، به جنت در آمده نمیتوانند، اینها را شفاعت میکنند. الله راضی نمی شود مگرم از مؤمنین، مگرم از اهل توحید. چقدری که آدم تحقیق توحید بکند، عمل به توحید بکند، کفر به طاغوت داشته باشد، الولاء و البراء داشته باشد، همون قدر به رضا شدن، به رضایت الله داخل می شود و نزدیک می شود. چقدری که توحید به سخت استید، چقدری که به توحید سخت عمل بکنید، تحقیق توحید بکنید، همون قدر به رضایت الله نزدیک می شوید. پس همون قدر شما
امتیاز شما، فرصت شما به شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم زیادتر می شود. سبحان الله. در حدیث صحیح اومده است از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. البته حدیث را امام بخاری با رقم 99 روایت کرده اند. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله. ابو هريره گفتند که ای رسول الله، ای الناس اسعد بشفاعتك يوم القيامه، کدام انسان ها شرفمندترین انسان ها به شفاعت تو هستند در روز قیامت. یعنی کدام انسان ها زود به شفاعت تو نائل میگردند، کدام انسان ها نصیب دارند از شفاعت تو، شرفمند شفاعت تو هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند قال یا ابا هریره، ای ابو هریره، لقد ظننت الا يسألني عن هذا الحديث احد اولا منك. ای ابو هریره، من در حقیقت گمان کرده بودم که هیچ کسی پیش از تو از امین سوال نمی کند. یعنی تو یک کسی هستی که بسیار سوال های خوب داری و سوال میکنی. من هم گمان کرده بودم که تو همین سوال رو فقط از همه پیشتر تو سوال میکنی. یکی از فضل های ابو هریره رضی الله عنه است. و در دماش میگن که لما رأیته من حرصك على الحديث، از اون چیزی که من از تو دیدم که ابو هریره تو حریص هستی در جمع آوری حدیث، در نوشتن و جمع آوری و حفظ حدیث. در دوامش گفتند اسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. شرفمندترین انسان ها به شفاعت من در روز قیامت کسانی هستند که هر کسی هست که بگوید که نیست معبودی بر حق بجز الله و همین گفتش را تنها به خاطر الله گفته باشد. وقتی که این کلمه را گفت فقط مقصدش، غایتش این خالصا وجه الله، رضاگی الله باشد. یعنی کسی که لا اله الا الله را میگوید، رکنهایش را به جا می آورد و شرطهای صحتش را به جا می آورد. کسی که لا اله الا الله را میگوید و معناش را میفهمد، کفر بالطاغوت رکن اول، نفی و کفر بالطاغوت و الولا و البرا، برات از شرک و مشرکین و تکفیر مشرکین دارد و اثبات میکند بزرگی الله را، خوف از الله را، محبت الله را سبحانه و تعالی، و علم دارد در بالای این کلمه و و یقین دارد و صدق دارد و محبت دارد و اخلاص دارد و قبول دارد و انقیاد دارد و عمل دارد. انمین است که وقتی که لا اله الا الله گفت، اگر به خاطر الله خالصانه گفته باشد، همه رکنها و شرطهاش را به جا می‌آورد. کسی که لا اله الا الله گوید اما نه رکن را فهمد، نه معنا را فهمد، نه شرطهای صحت را فهمد و به جا بیارد، هیچ به جا نآورد، این به خاطر الله این سخن را نگفته است، یک خودش جاهل مشرک است. پس هر کسی که لا اله الا الله را به خاطر الله گفته باشد و رکن و شرطهاش را به جا آورده باشد، کفر بالطاغوت داشته باشد، خیلی که در حدیثی ان ابی بلتعه روایت میشد که ابو بلتعه روایت میکنند از پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت امام مسلم که من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کفر بر طاغوت ورزد و هر آن چیزی که بجز الله عبادت کرده میشد به همون کفر ورزد، انمین است که مؤمن است، موحد است و به شفاعت الله انمین انسان چی می شود؟ به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و شامل می شود. پس از همه کسی که به شفاعت پیامبر زود نائل می شود، شرفمند به شفاعت پیامبر است، این کی است؟ موحد است. موحد است کسی که کفر بالطاغوت دارد، کسی که الولا دارد، الله و رسول و مؤمنین و موحدین را دوست دارد و براءت از کفار و مشرکین دارد. انمین انسان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند از همه خوشبختترین انسان است، شرفمندترین انسان به شفاعت من است. اما کسی که مشرک است، مرتد است، منافق اکبر است، زنادقه است، به نزد رسول الله رفته نمیتواند، شفاعت این طرف است. از این موحدین مؤمنین الله راضی می شود. از همین جهت این چنین انسان ها شرفمندترین انسان ها به شفاعت پیامبر میشند. از باب اولا هست، زیرا که الله از او راضی شد، از این موحد الله راضی شد و الله اجازت داد به پیامبر که انمی موحد را شفاعت کن.
و بعد از این که پیامبر شفاعت میکنند یک موحد را که الله از او راضی شده است، این موحد را هم الله اجازه میدهد که دیگر موحدی که الله از او راضی شده باشد شفاعت بکن. از همه بزرگترین خلق که تحقیق کرده است توحید را و رضایت الله را به دست آورده است، این که است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از همین جهت بزرگترین شفاعت و شفاعت عمومی هم در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم است و به اذن الله است. هر کسی که قلبش به غیر الله معلق باشد، هر کسی که اراده غیر الله را داشته باشد، هر کسی که اراده حکم غیر الله را داشته باشد، تشریع غیر الله را داشته باشد، قانون برار باشد، حاکم باشد، یا که همون حکم های غیر الله را دستگیری بکند، اطاعت بکند، طاغوت پرست باشد، تحاکم و مراجعت به محکمه های طاغوتی بکند، این همه شرک است. این معلق به غیر الله است، لشکری طاغوت است. یک ذره نصیب از شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ندارد. چقدر که قلبش به غیر الله وابستگی دارد، همون قدر از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور می شود. چقدر که انسان موحد و مؤمن و یعنی صالح باشد، همون قدر به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم نائل می شود. و نائل شدن این کار شوخی نیست. بارک الله فیکم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله راضی نمیشد از قول فاسقین و کافرین، مرتدین و منافقین و مشرکین. الله از اونها راضی نیست، پس به اونها شفاعت نیست. سوره توبه 96. پس کافرها شفاعت کردن نمیشوند. خیلی که گفتیم اگر کافرها، بعضی از کافرها شفاعت شود، هم شفاعت اونها نجات مطلق نیست، بلکه گناهشون کمی چی میشد؟ سبوک کرده میشود. نه به خاطر اینکه الله از اونها قسما راضی است، نه، الله از کافر راضی نیست، اما غضب الله در بالای بعضی از کافرها سخت‌تر است و در بعضیش کمتر است. از همین جهت این دومین شرط بود. ما چند شرط رو گفتیم؟ دو شرط رو. شرط اول این که الله سبحانه و تعالی راضی شود از شفاعت کننده که شفاعت بکند. شرط دوم این است که الله راضی شود از کسی که شفاعت می شود. شرط سوم این است که اذن الله للشافع ان یشفع، الله اجازت بدهد به همون شفاعت کننده که شفاعت بکند. تا الله اجازت ندهد هیچ کسی شفاعت کردن نمیتواند. الله از بعضی کسها راضی می شود و اما به او اذن شفاعت کردن نمیدهد. الله راضی شود، بعد از این به همون راضی بالای راضی شدنش با اجازت بدهد که شفاعت بکند و بعد از این از یک یعنی موحدین، یک جماعت موحدین رو بگوید که انا همونها رو شفاعت بکن. این سه شرط است. سبحان الله. پس همه آدمی که الله از او راضی شده است بین همدیگر رو شفاعت کرده نمیتوانند. خوب دقت بدید. الله راضی می شود از بعضی انسان ها، اما به اونها اجازه شفاعت داده نمی شود. الله راضی می شود از بعضی انسان ها و بر بالای این باز اجازه می دهد که شفاعت بکند یک انسانی موحدی رو که الله برای شفاعت شدنش اجازه داده است. مسئله نازک است. خوب باید دقت بدید. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی میگوید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست همون کسی که شفاعت میکند کسی دیگری رو مگرم به اجازه الله؟ یعنی هیچ کسی بدون اذن الله کسی رو شفاعت کرده نمیتواند. حتی ملائکه ها که از ملائکه الله راضی است، به خواست خودشون کسی رو خواند شفاعت نمیکنند. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. بعد از اذن الله سبحانه و تعالی. این بود موضوع اول شفاعت که ما باید خوب درک بکنیم. شفاعتی که مشروع هست این سه شرط رو به خودش دارد. الله از شفاعت کننده راضی بشود و به او اجازه شفاعت کردن رو دومی شرط بدهد و سومی شرط این است که آدمی که شفاعت می شود الله از او راضی شده و شفاعت شدن او رو اجازت بدهد. وقتی که این سه شرط به وجود نآید هیچ کسی رو شفاعت کرده نمیتواند. شفاعت از خصوصیت الله هست. از غیر الله طلب شفاعت کردن این شفاعت غیر مشروع و شفاعت شرک است. با همین این القرار به پایان میرسونیم
و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده نمودهای شفاعت را به شما ذکر میکنیم. از اعتبار شفاعت کننده یا از اعتبار شفاعت شونده یا شفاعت هایی که پیامبر میکنند چند نمود است و شفاعت های مؤمنین و موحدین چگونه است و در این موضوع بالاخره بیان میکنیم. این موضوع بیند موضوعی که تعلق به توحید دارد و امروز بسیاری مشرکین که به همین شرک واقع شدن، شرکی طلب شفاعت از غیر الله، ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.